شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 41. سرود جمال الدین. گروگانی 8 ساله جوانی 24 ساله شده به داغستان برگشت. امام را بسا قوت و طاقت و حیله و تصویر لازم شد تا پسرش را گردانده گیرد. شامل به آق پادشاه بسیار اسیران حربی روس را پیشنهاد میکرد، اما پادشاه به عوض کردن راضی نمیشد. کوهستان پسر به او در پتربورگ لازم بود. پادشاه به شامل اصرار میکرد که مبارزه بی‌معنی را بس کند، وگرنه پسرش را از حیات محروم خواهد کرد. امام به تهدیدها گردن نمی فروورد. از نام پسرش احتمال خودی پسرش باشد با او می نوشتند که پادشاه پرزور است و یگان امیدی بر وی غالب آمدن نیست و حالا که داغستان از خونریزی بیمدار گشته است و مقابلت غیر از ضرر و غم و اندوه چیزی نمی آورد. امام یکرو به یگان گپ باور نمی کرد. طوری شد که حاجی مراد همراه چند از مریدان به طرف پادشاه گذشت، اما تمام اهل خانوادهش، مادر، زوجه، خواهر و پسرش را در کوهستان مانده رفت. طبیعی است که همه آنها در دست شامل ماندند. اگر بر نگردی، نوشته بود شامل به حاجی مراد، پسرت بولچی را سر میزنم، مادر و زوجه و خواهرت را به دست جنگاورها میدهم رسوا کنند. حاجی مراد از جانب خود میکوشید که اهل عائله‌اش را خلاص بکند و با همین دست خود را برای مبارزه بر ضد امام یکرو بکشاید. او در آن روزها میگفت دست و پای من بسته است و یک نوگی بند در دست شامل. در خصوص بازخرید جای گپ هم نبود. وقتی شامل فهمید که مرید سابقش اهل عائله‌اش را بازخرید داده گرفتنی است، گفت به بالاکاری همین این حاجی مراد از افتش دیوانه شده است. ولی اگر شامل در دست یک نوگی بندی را که نوگی دیگرش در دست حاجی مراد است نگاه می داشته باشد، پس در دست حاجی مراد رشته بود که راست به دل شامل می رسید. این رشته جمال الدین بود. حاجی مراد از وارانتسوف خواهش کرد بگذار آق پادشاه جمال الدین را به نزد پدرش جواب دهد. آنگاه شامل ممکن خویشاوندان مرا سر دهد. تا دمی که عائله من در دست امام است، به مقابلش به جنگ برآمدن من هم مادرم، هم پسر، هم زوجم و عموما تمام خویشاوندانم را به دست خودم کشتن گفتن است. وارانتسوف به پادشاه عرض کرد و پادشاه به عوض کردن راضی شد. به شامل چنین نوشتن اگر اهل عائله حاجی مراد را سردهی، پسرت را میگیر. شامل در میان دو راه دشوار ماند و نمیدانست کدام را انتخاب بکند. 3 شب نه خودش خواب کرد نه اهل عائله‌اش. روز 4 امام پسری حاجی مراد بولچی را به نزد خود دعوت کرد. تو پسری حاجی مراد؟ ها، من پسری حاجی مراد امام. تو میدانی و چی کار کرده است؟ میدانم امام. خوش، تو به این چی میگویی؟ به این چی گفته هم میشد؟ او را دیدن میخواهی؟ بسیار میخواهم. من تو را همراه مادرت، مادر کلانت جواب میدهم، به نزدش روید، تمام اهل عائلتان را جواب میدهم. نه، من به نزد وی رفتن نمیتوانم. جای من داغستان است. در آنجا داغستان نیست. رفتن در کار بولچی. من امر میکنم. نمیروم امام. مرا در همین جای ایستادن بکشی از این امر بهتر است. میبینم که تو هم پدرت برای نافرمانی، ما همه فرمان برداری توی امام. لیکن مرا به آنجا رو نگوی. مرا به جنگ روان بکنی بهتر. جانم را دریغ نمیدارم. بر ضد پدر جنگیدن، بر ضد دشمنان. آن روز شامل به بولچی یکی از بهترین خنجرهای خود را انعام کرد. این را بگیر و مانند پدرت خنجر برداری بکن، لیکن همیشه به کی خنجر ستنت را بدان. سودای حاجی مراد نپخت. پسرش به نزد او نرفت. جمال الدین هم به نزد امام برنگشت.
ولی شامل در این میان خود تدبیرها میکرد و پسر دیگرش قاضی محمد را به تاراج ملکی کنیزی گرجی سینندلی فرستاد. در نتیجه زنی کنیز چوچو زده، زنی کنیز آربلیانی به همراه آنها مربی فرانسوی اسیر گرفته شدند. یکترینا چوچوادزه را که خواهر نینا گریبویدووا بود مریدان از کاواکی درخت یافته گرفتند. اکنون شامل می توانست به پادشاه شرط خود را گزارد. آخر پادشاه با هر راه باشد حرکت میکرد که زنانی کنیزهای گرجی را خلاص بکند. زنانی کنیزها را فقط به عوض پسرم گردانیده میدهم. این بود شرط قطعی شامل. اینک آن روز رسید. دریای فراخ دامن روان در ساحلش کنیز زنها ربوده لحظه آزادی را منتظر به آن ساحل همراه جنگاوران روز پسری امام برآمد. شامل نیز سوار اسب خود به لب دریا آمد. او به آدمان ساحل با دقت می‌نگریست و حرکت می‌کرد که جمال الدین خود را ببیند. آخر آنها اینقدر وقت باز هم دیگر را ندیدند. آیا پدر و پسر یکدیگر را می‌شناخته باشند؟ به امام یک افسری شینل پوشی روس را که سردوشی طلا داشت نشان دادند. آن افسر با افسرهای دیگری روس گفتگو داشت، با آنها ویدا و آغوش کشی میکرد. سپس به نزد دختری که از حاضران کنارتر میایستاد رفت و دستی او را بوسید. وی گاها به سوی پدرش که سوار اسبی سفید بود نظر میافکند. همانش پسری من است؟ پرسید امام از افسر چشم نکنده و یگان حرکتی او را از نظر دور نکرده. ها، انا همان جمال الدین است. با وی چکمنی چرکسی و یراقی خودمان را برده دهید. از همین روز وی نه افسری پادشاه بلکه جنگاوری داغستان است. لباس تنش را به دریا پرتاید، نباشد پسرم را به نزدم آمدن نماند. جمال الدین امر پدر را بجا آورد و لباسش را دیگر کرد. از روی چکمنی چرکسی کوهستانی یراقی کوهستانی را آویخت، اما در تگی چکمنی چرکسی پاپاخ دل و سری جمال الدین بود و آنها را به هیچ چیز عوض کرده نمیشد. اینک از دریا گذشت و به نزد پدرش آمد. پسرکی عزیزم، پدرم. به جمال الدین اسب دادند. در اثنای تمام راه تا خودی ودنا پدر و پسر پهلو به پهلو راه پیمودند. گاه پدر میپرسید جمال الدین این جایها به یادت هست؟ این شخها را فراموش نکرده ای؟ اولمان گیمری به یادت هست؟ آخلگارا به خاطر داری؟ پدر، من آن وقت بسیار خرد بودم. یگان بار در حق داغستان دعا کردی؟ دعاهای خودمان را فراموش نکرده ای؟ سوره قرآن به یادت هست؟ در جایی که من زندگی میکردم قرآن در دستم نبود. با دل ناخواهم جواب میداد جمال الدین. نخو تو یگان بار هم به نزد قدرت پروردگار سجده نآوردی؟ عبادت نکردی؟ روزه نداشتی؟ نماز نخواندی؟ پدر، ما باید گفتگو بکنیم. ولی شامل به اسب مهمیز زد. پگاهی روز دیگر امام پسرش را به نزد خود خواند. نگر جمال الدین، آفتاب از پس کوه سر میبرارد. عجب منظری زیبا، همینطور نه؟ زیباست پدر. برای همین کوه، برای همین آفتاب جانت را نثار کرده میتوانی پدر. ما باید گفتگو بکنیم. خیر، گپ زن. پدر، روسیه بزرگ، ثروتمند و پرزور است. فقیری این کوهستان، کمبغلی و تیرگی را محافظت کردنمان چه حاجت؟ روسیه ادبیاتی بزرگ، موسیقی بزرگ، زبان بزرگ، همش به کشوری ما میباید. اگر داغستان به روسیه همراه شود فقط برد میکند. وقتی آن رسید است که به حقیقت به چشم خیرت نگریم و تسلیم شویم و جراحت ها را دوا بکنیم. باور بکن من داغستان را نه کمتر از تو دوست میدارم. جمال الدین، پدر در داغستان اولی نیست که آن را کمش یک بار آتش نزده باشم. شخصی نیست که مجروح نشده باشد. سنگی نیست که بر رویش خون نریخته باشد. میبینیم که تو به محافظتی همین شخصای مجروح تیار نیستی و از عهده این کار هم نمیبرایی. پدر، من به تو پدر نیستم. معلوم شد که تو هم به من پسر نیستی. گپای تو رو شنیده مردگان باید در گورشان راست ایستند. لیکن من زنده چی کار بکنم که این گپا رو از زبان تو میشنوم؟ دیدی شخها چه خیل تیره شده اند. شامل
مقربان صادق و اهل خانوادهش را فریاد کرد: مردم، من به شما گپ‌های پسرم را نقل کردنیم. این میگوید که آق پادشاه بزرگ، قوه دشمن بسیار، دولتی پادشاه کلان است و ما بیهوده می جنگیم. این میگوید که تسلیم شویم و به پیش پای پادشاه اطاعتکارانه سر اندازیم. من گمان میکردم که آدمی جسارت کرده نه فقط این گپ را میگفتگی، حتی از دلش میگذراندگی را یگان ساعت در داغستان نگاه نخواهم داشت. امروز این گپ صدا داد. باز در کجا؟ در خانه ما. این گپ را باز کی میگوید؟ پسری من. این را چی باید کرد؟ آدمی را که پادشاه برای بی‌آبرو کردنی هم داغستان و هم من فرستاده است. شما خوب میدونید که نیزه دشمنان هم به سینه من هم به سینه داغستان چندین بار زخم زده است. اکنون نیزه ساخته خودی مرا پادشاه تیز کرده به جیگری خودم میزند. چی باید کرد؟ خویشاوندان سخنهای امام خود را با دلی پراندوه گوش میدادند، فقط مادر به این همه باور کرده نمیتوانست. شامل تاب خورده به جمال الدین نگریست و خطاب کرد: ای دشمنی کوهستان، بجای میروی که آوازت را من نشنوم. تو پدر هم نداری، داغستان هم. زنهای کنیزها را من به تو عوض کردم، لیکن تو را به کی عوض بکنم؟ من تو را چی کار بکنم؟ پسرت را هرچی میخواهی کردن گیر پدر، بکش، لیکن اول گپم را تا آخر گوش بکن. بس. من همیشه به ندای الله تعالی گوش میدادم، لیکن امروز به وی هم گوش نمیکنم. الله میگوید دشمن را بکش. من به وی جواب میدم که این دشمن نیست، بلکه فرزند رهگم زده است. من به وی میگویم که گوشت و ناخن را از هم جدا کرده نمی شود، بنابراین روز بین، لیکن این خنجر را از کمرت کشا. یراق به کسی لازم که آماده جنگ است. شامل پسری خود را به اولی دوردست بدرقه کرد. جمال الدین در آنجا مانندی برگی که از درخت کنده شده است زندگی میکرد. او از برای غم و غصه، طعام بد و اقلیم نامساعد به درد سیل گرفتار شد. امام می جنگید، اما نفسگیری پسرش تا رفت دشوارتر می گردید. دردش بی‌دوا بود. در همین وقت به نزد او پنهانی از امام فاطمه رفت. مادر همراه خود بازیچه‌های نانی پخته برد. یکی شکل خنجر را داشت، دیگر شبیه عقاب بود و سیومی به صورت شمشیر. سپس فاطمه از بیرون تپک آورده در آتشدان الاف گیراند. بازیچه‌های نانی را در آتش گرم کرده خاکستری آنها را به زانوی خود پاک کرد و یکی را شکسته به جمال الدین همچون به کودک دراز نمود. اگر خودی مادر شیر نداشته باشد، کودکش را به شیری نخجیر عادت میکناند، گفت فاطمه. جمال الدین به مادر به چشمانی پر حیرت می نگریست. به نظرش چنین می نمود که او را بار اول می بیند. به ناگاه آوان جوانی و زیبایی مادر به یادش آمد. در بچگیش مادر با او همین خیل نانچه ها می خوراند. در سری گهواری اسپک مانند نشسته با او سرودی نوجوانی را که شیری شیر خورده کلان شده است می خواند. در تگی بالشتکش خنجرکی چوبین بود. آچه، مانند طفلیش فریاد زد جمال الدین: جمال پسرکم، به نزد من برگرد، گفت فاطمه. جمال الدین مادرش را شناخت. مادر در نزد آتشی خاموش نشونده نشسته، بر بالای سری پسری بیمارش خم شده، چنان که هنگام طلوع آفتاب عمر او میخواند سرودی الله میگفت. امامی که مقصد پسر را نفهمیده بود، همراه مریدانش در کدام یک جای دور می جنگید. زوجه او فاطمه در سری نخست امینی جان داده ایستاده خود سرودی ودا می خواند. به گوش جمال الدین چنین می رسید که در نزدیکی درمیان شخاف دریا ناله دارد. به نظرش چنین می نمود که در تگی در برای علفی درویده خشک گوساله خواب است. او حولی در گرمی بودنش را به یاد آورد. پدرش اسبی اولینش را به یاد آورد. مادر سرودی دینگیر دنگرجوی شادمان را میخواند که وی با جریان باران به آسمان برآمده است. کجا بودی دینگیر دنگرجو؟ جنگل رفته بود دینگیر دنگرجو. چرا رفته بود دنگرجو؟ درخت برید دینگر دنگرجو. چرا بریدی دینگیر دنگرجو؟ خانه می سازد دینگیر دنگرجو. خانه چرا دینگیر دگرچو؟ عروس می آرد دینگیر دنگرچو. عروس چرا
دینگیر دنگرچو قهرمان زاید دینگیر دنگرچو قهرمان چرا دینگیر دنگرچو عالم زو فخرت دینگیر دنگرچو. در پیش نظر جمال الدین کوههای کشورش پدید آمدند. برف آب می شود، سنگ‌ها را گلدرستنان سیلاب می آرد. از بالای قطار کوهها ابرها خزیده می آیند. داغستان که در کشوری بیگانه فراموش گشته بود اکنون او را احاطه نمود. مادر همان می خواند و می خواند. در بین خوانده های سرودهایی بودند که هنگام تولد پسر می سرایند، سرودهایی بودند که هنگام وفات پسر می گویند. در سرودهای او اینچنین گفته می شد که پس از مرگ پسران در حقشان سرودها باقی می مانند. مادر در حق شامل درباره حاجی مراد، قاضی محمد، حمزه بیگ، در خصوصی خاچبار جسور، در وصف پرت و فاطمه، در بابت نادرشاه را ترمار کردن، در ستایش آنهایی که از تخت و تازها برنگشتند سرودها می گفت. آتش در آتشدان خاموش می شد. داغستان در آغوش آتش جنگ بود. هر دوی این آتش حالا در چشمان جمال الدین عکس می یافت. سرودی مادر او را به اضطراب آورد. مهر فرزندی در دلش بیدار شد. شعله زد. این مهر القا می کردش که در پهلوی پدر رفته ایستد. مادر، من نو به داغستان برگشتم. اکنون با پدرم وا خوردم. به من یراق بیار. من پسری شامیل. من نباید در نزد آتشدان بمیرم. مرا سر دهد به جای تیر پرانی روم. همین طریق سرودی مادر کاری کرد که نه قرآن کرده توانسته بود و نه امر پدر. اما این فقط برقی بود. سرودهای مادر سرودهای دیگر را در دل جمال الدین خاموش کرده نمی توانستند. او پتربورگ را که در آنجا به وی رسیده است فراموش کرده نمی توانست. وی به کوهستانیان داغستان به زبانی برایش نامفهوم مصرع‌های نامفهوم می‌خواند. люблю тебя, Петра творение, люблю твой строгий стройный вид, не вид державное течение и рековой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей, прозрачный сумрак блеск безлуний, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампади и ясный спящий громаде пустынных улиц и светла адмиралтейская игла. شعری مشهوری در وصف پتربورگ گفته پوشکین. این مصرع‌ها در بونه دودآلودی اول کوهستان عجیب و غریب صدا می دادند. جمال الدین شبها خواب می دید که باز در کارپوسی کدیتی گشته است. در نزد پنجره باغ تابستانه با گرجی دختری صاحب جمال نینه ملاقات می کند. در دل جمال الدین دو عقاب می زیست و هر کدام او را به سوی خود می کشید. در دلش دو سرود صدا می داد. نینه عزیز دور بود. میان آنها دریای بزرگی از بالای این دریا پاشته رو و آن ندارد. در این دریا افسری روس پسر امام داغستان غرق شد. این دریا تمام آرزو و آرمان‌های او و گل تمنای او را شسته برد. گل تمنای جمال الدین در بالای دریای بزرگ پل ساختند. هر دو ساحل را به هم پیوستند. بیرحمی‌های جنگ، کشتارهای بی‌معنی را بر دوستی و رفاقت، بر مهر و شفقت، بر حیات بدل کردن بود. وی سرودهای کوهستان، سرودهای مادر را می‌فهمید، اما سرودهای پوشکین را هم می‌فهمید. دو سرود در یک دل معوا گرفته بود. کاش که این را پدر می‌فهمید. کاش که این را همه می‌فهمیدند و به هم مهر می‌بستند. اما سرودها مثل شمشیر بودند. آنها در آسمان به هم خورده و شراره پاشیده یکدیگر را می‌افکندند. داغستانی خون ریخته و از قوت رفته در باره خون، در ستایش دلیران، در حق چشمانی که طعمه زاغان گشته‌اند، از خرخور اسبان، از صدای خنجر، از باعث سمندی که سواره خود را در کارزار گم کرده برمیگردد، سرودها میخواند. دمی که سرودها یکدیگر را میفهمیدند، وقتی که آدمانی یک ساحل سرودی آدمان ساحل دیگر را میفهمیدند، تیرپرانی ها بسنده میشدند، شمشیر زنی ها قطع میگشتند، خونریزی بس کرده میشد، انتقام دستی به ضربه بالا شده را بر می داشت و در دلها
بجای غضب مهر و محبت پیدا می شد. در محاربه نزد دریاچه والریک موریدی زخمی شده شامل مولا محمد به دست روسا اسیر افتاد. در اول او هلاک شد. گویان عزا گرفتند، اما پس از 1 ماه او زنده و سلامت به خانه برگشت. مردم متحیر از او پرسجو میکردند که چه خیلی آزاد شده توانست. مورید از این گپ‌ها رنجیده گفت گمان نکنید که مولا محمد دروغ گفته یا خوش آمد زده آزاد شده است. من بزدل نیستم. ما میدونیم که تو موریدی دلیری از افتکار با شمشیر به خود راه گشادی. من شمشیر نداشتم. اگر میبودم کار نمیداد. نباشد چه خیلی خلاص شدی. مرا به تهخانه شیناندند، به در قلف زدند. خوش در آنجا چه خیلی شدی. نخجیری در قفس افتاده برین شدم، اما در تهخانه نشسته یک بار سرودی علیه که برادران مکارش در سری شکی بلند پرتافته رفتن به یادم آمد. همان سرود را خواندم و سرودهای دیگر را خواندم. من درباره مرغانی که بهاران پریده می آیند، درباره ترنه هایی که تیر ماهان پریده می روند، از قصه آهویی که صیاد ناآهدبران 9 بار زخمیش کرده است، در وصف تیر ماه و زمستان سرودها می خواندم. من 3 روز هیچ کار نکرده فقط سرود خواندم. پاسبانها به من نمی رسیدند. سرود اگرچه سخنهایشان را نه هر کس می فهمد، سرود است. سرود را همه گوش می کنند. باره به نزد پاسبانها یک افسری جوان آمد. در دل گفتم که کاری من تمام شد. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفووا. پایان گفتاری 41